بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام خداوند بخشنده و نهایت مهربان. دوستان نهایت گرامی، میخواهم امروز یک موضوع بسیار مهم را براتان ارائه بکنم. هرگاه یک حشره و یا یک خزنده داخل مجرای گوش ما می شود چی باید بکنیم؟ در قدم نخست کوشش به گرفتن جسم زنده به شکل خودسرانه نکنیم. به زودترین فرصت به یک متخصص گوش و گلو بینی مراجعه بکنیم یا در یک مرکز صحی باید مراجعه کنیم. اگر شما در مرکز صحی دسترسی ندارید، باید چه کار کنیم که ما از شر همین خزنده خلاص شویم؟ یک، داخل مجرای گوش 10 الی 20 قطره روغن و یا آب پاک انداخته شود و به طرف مقابل مریض استراحت داده شود تا اکسیژن بالای جسم زنده یا حشره‌ای که داخل گوش ما شده قطع شود تا حشره از بین بره. به این ترتیب جسم اجنبی از حرکت باز میماند و احساس درد، خزیدن و تخرش از بین می رود. مریض راحت می گردد. اکثر جسم اجنبی یا حشره به این روش بیرون می گردد. اگر حشره یا خزنده مذکور به این روش خارج نگردید، بعداً ما فرصت کافی داریم که به زودترین فرصت در یک مرکز صحی یا نزد یک متخصص مراجعه کنیم. خدا کنه که یک چیزی مفید برای شما فهمانده تانسته باشم. خداوند یار و یاورتان باد.